سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به یکایک شما دوستان عزیز برنامه علامت سال. بسیار خوشحال هستیم که در آخرین برنامه از سری برنامه‌های علامت سال در سال 2021 در خدمت شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه کریسمس رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم ایام خیلی خوبی رو تا به امروز به سر بردید و در ادامه هم روزهای بسیار شاد و در سلامتی و در آرامش داشته باشید عزیزان. خیلی ممنون، متشکر هستیم از این که باز هم برنامه خودتون رو انتخاب کردید و برنامه علامت سوال رو قرار هست در 90 دقیقه آینده با هم باشیم. اما این برنامه با برنامه‌های دیگه یه خورده فرق داره. فرقش هم اینه که برنامه به صورت پخش زنده نیست، یعنی از پیش ضبط شده. پس بنابراین متاسفانه قادر نیستیم که تلفن ها و سوالات و نظرات و صحبت های شما عزیزان رو به صورت زنده در واقع بگیریم و من اینجا بخونم. اما یه خوبی که داره این برنامه این هست که سوالات و صحبت هایی که شما عزیزان در طول حالا هفته ها و یا شاید ماه های گذشته فرستادید و فرصت نشده در برنامه های زنده به اونها اشاره بشه، قرار هست امشب این سوالات رو بخونیم. پس تشویقتون میکنم حتما با ما همراه باشید و شاید یکی از سوالات شما دوستان باشه که در گذشته پرسیدید و قرار هست که امشب راجع به اون سوال صحبت بشه و جوابتون رو بگیرید. اما مثل همیشه هم نیم ساعت اول برنامه رو در ارتباط با یک موضوع بسیار مهم میخوایم صحبت کنیم. تشویقتون میکنم حتما با ما همراه باشید. تلفن برنامه و به هر حال راه‌های ارتباطی با برنامه مثل همیشه هست، میتونید برای ما بفرستید. اگر همچنان سوالی، نظری، صحبتی، پیشنهادی، شهادتی، درخواست دعایی دارید بفرستید. اگر الان من نخونم توی برنامه اشکال نداره، ولی سوالات و نظرات شما عزیزان به هر حال جمع آوری میشه و در برنامه‌های آینده حتما خونده میشه. و حتی اگر همونطور که گفتم درخواست دعا دارید فراموش نکنید حتما بفرستید. در برنامه‌های آینده حتما برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود و همچنین تیم دعای 107 برای شما دوستان در دعا خواهد بود. بریم با هم یک بار راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم. برمیگردیم با مهمان عزیزمون که امروز یه سورپرایز دارن برامون و با شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. بله، راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم. این کارگردان ما هم کاملا سورپرایز منو خراب کرد. گفتم که سورپرایز دارم ولی میخواستم لو نره. خواهر لویز عزیز رو داریم امشب در استودیو
بعد از مدت ها در واقع ما سال نو رو یه جورایی داریم، در واقع سال قدیم رو داریم تموم میکنیم، میریم سال نو و همراه با خواهر لویز عزیز در استودیو. خیلی خوشحال هستم خواهر لویز جان که اینجا هستی. سلام علیکم کردیم قبل از برنامه. کریسمستون مبارک باشه، سال نو میلادیتون هم پیشا پیش مبارک باشه. ممنونم سالی جان. کریسمس شما هم مبارک، همینطور کریسمس بینندگان عزیز مبارک باشه. همطور که گفتی چیزی به سال نو نمونده، پس تبریکات 2 برابر شده. هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم واقعا حقیقتا که اینجا با هم در خدمت بینندگان هستیم. ممنونم. حقیقتش امروز داشتم از مزمور 75 میخوندم، یه آیه‌ای، ببینید این همه سال آدم میخونه، بعضی وقتا این آیات یه جوری برجسته میشه. یه آیه‌ای توجه منو به خودش جلب کرد، گفتم عجب چیزیه این. اینطور میگه آیه 6 مزمور 75 میگه که زیرا نه از مشرق و نه از مغرب و نه از جنوب سرافرازی میآید. فوراً گفتم پس شمال چی شد؟ و یه لحظه میدونید آدم تفکر میکنه، تعمق میکنه در مورد آیه، تازه متوجه شدم که چی میگه اینجا. میگه نه از این طرف نه از اون طرف، نه از پایین کمک نمیاد، سرافرازی نمیاد، از بالاست. گفتم خب جنوب زمینه، شرق و غرب اطرافیانن، اصل کاری بالاست. شماله که سرافرازی میاد از اونجا، شمال که آسمان باشه. حقیقتا باز نویسنده مزمور میگه که چشمان خود رو به سوی کوهها برمی‌افرازم که اعانت من از جانب تو میآید. واقعا وقتی که به آسمان نگاه میکنیم کمک از جانب خدا متوجه میشیم که میاد و میبینیم این رو. دعای من اینه که بینندگان عزیز تو این ایام، به خصوص که همطور گفتم بین کریسمس و سال نو هستیم، توجه ما به آسمان باشه، برای اینکه حقیقتا همه چی از بالا بر ما میاد. آمین. حقیقتا من عاشق اینم که وقتی خواهر لویز میان دعاشون رو اول میارن و از همون اول واقعا آدم برکت میگیره. و البته که میخوام حتما در آخر برنامه یک دعای مفصل داشته باشیم برای به هر حال سالی که پشت سر گذاشتیم و سال جدیدی که قرار هست داشته باشیم و به امید خدا که سالی باشه پر از خبرهای خوب، پر از برکات، اول از همه روحانی، مالی، جانی و همه چیز. خلاصه خواهر لویز جان، قرار هست که امشب راجع به یک موضوع صحبت کنیم که فکر میکنم اتفاقا خیلی خوب هست که این موضوع انتخاب شد، چون به هر حال یه جورایی همونطور که گفتیم آخر سال هستیم. معمولا آدم وقتی آخر سال هست تصمیم میگیره سال جدید یک تغییر و تحولات بهتری رو داشته باشه در زندگیش. ما هم به عنوان یک ایماندار همیشه بحث بر اینه که من چطور میتونم حالا یک ایماندار از نظر روحانی بتونم رشد بهتری داشته باشم، از نظر به هر حال نوع زندگی مسیحی من به چه صورت باشه که نشون بده مسیح رو در من، مسیح رو در زندگی من. و امشب قرار هست در رابطه با بلوغ روحانی صحبت کنیم. کلمه بلوغ روحانی رو معمولا ما زیاد میشنویم در به هر حال مسیحیت و شاید من به شخصه اولین بار هم که شنیدم تو همون قضیه مسیحیت و قبل از اون زیاد با این قضیه آشنایی نداشتم و ممکن هست الان بیننده‌های عزیز ما هم دقیقاً ندونن که بلوغ روحانی به چه معناست و چطور صورت میگیره. میسپارم دست شما. ممنونم سالی جان. یکی از دلایلی که واقعا این موضوع برای من مورد توجه بود این بود که در طول این سالهای ایمانیم دیدم افرادی رو که سالهاست در ایمان هستن ولی بر اساس طول زمان سرعت رشدشون همخوان نبوده، همتراز نبوده، رشد به نسبت طول ایمان اونقدر زیاد نبود، یا برعکس افرادی رو هم دیدم از اون سر که در حین اینکه کم بوده طول دوره ایمانشون خیلی سریع رشد کردن. در حال مثل یه بچه وقتی که به دنیا میاد سالها طول میکشه از نظر عقلانی، مرحله به مرحله، از نظر جسمانی، فیزیکی، تفکر، تعلق
رشد بکنه، یواش یواش واقعیت‌های زندگی رو اونطوری که باید بگیره. خب به همون نسبت تو زندگی روحانی ما مگه نمیگه وقتی که ما ایمان میاریم در واقع در این خانواده الهی ما متولد میشیم؟ پس ما وقتی که ایمان میاریم مثل یک کودک از همون ابتدا نیاز به رشد داریم، باید رشد بکنیم. این پروسه یا این مرحله چیزی هست که کلام خدا اسمش گذاشته تولد تازه. تولد تازه هست که ما رو هرچه بیشتر شبیه مسیح میکنه. این هدف از بلوغ روحانی، حالا بگیم کلمه رشد روحانی، به هر حال رشده که ما رو به بلوغ میرسونه. این رشد روحانی هدف، در واقع اون هدف نهایی اینه که من و شما بینندگان عزیز بیشتر شبیه مسیح بشیم. پس به عنوان مسیحیان بلوغ روحانی باید اولین ارجحیت یا یکی از اولین ارجحیت‌های زندگیمون باشه که چه در خدمت به خدا یا حتی در رابطه با خدا، در رابطه با همدیگه، تو زندگی روزمره، امروز به فردا، نه مواقع خاصی، و این به دردمون بخوره برای اینکه خیلی مهم و حیاتیه. از دید کلام خدا همطور که گفتم بلوغ روحانی رشدیه که از طریق تولد تازه صورت میگیره. حالا یه خورده اینو توضیح بدم. ببینید خیلی ها ادعای مسیحی بودن میکنن، شما دور و بر پره ادعا میکنن. واقعیت اینه که مسیحی بودن با هوادار بودن فرق داره. ما میگیم پیرو مسیح و میتونیم بگیم هواداران مسیح. ما روی پیروان داریم صحبت میکنیم، نه هوادار، چون فرق داره اینا با هم دیگه. در مرقس 8 آیه 34 عیسی این صحبت رو به مردم و همینطور به شاگردان گفت. اینطور میگه پس مردم را با شاگردان خود خوانده گفت هر که بخواهد از عقب من آید خیشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی کند. خب هر کدوم از ما در یه نقطه خاصی درست در اوج احتیاجمون خداوند ما رو ملاقات کرد. نمیگم ما، به اصطلاح خداوند ما رو ملاقات کرد در یه نقطه خاصی. ببینید خدا از هر طریقی، از هر روشی، از هر راهی استفاده میکنه توجه من و شما رو به خودش بگیره، یه جایی ما رو متوجه کنه. یه جورایی میگیم این گوش رو که ببینیم، صداشو بشنویم، راهاشو ببینیم، دقیق و جدیتر به زندگیمون فکر بکنیم. هدف خدا اینه ما در جایی که هستیم در جا نزنیم، بلکه جلو بریم، از قوت به قوت، از فهم به فهم، از زندگی گذشته به زندگی تازه، کهنه به تازه، یا اینکه گذشته به آینده ما در واقع منتقل بشیم، رشد بکنیم، در جا نزنیم. چند روز پیش بود داشتم یه رساله عبرانیان رو میخوندم، 2 آیه توجه منو جلب کرد. یکیش این که تو عبرانیان 5 آیات 12 تا 14 میگه زیرا هرچند با طول زمان شما را میباید معلمان میبودید. در واقع داره اینو میگه بر اساس طول ایمانتون شما دیگه الان باید معلم میبودید. خب ولی میگه باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد. میگه هنوز احساس میکنم معلم که نیستید، چی مثل شاگرد ابتدایی. دقیقاً هنوز احتیاج دارید یکی به شما یاد بده. و میگه محتاج شیر شدید نه غذای قوی. خب زیرا هر که شیرخواره باشد در کلام عدالت ناآزموده است. این ناآزموده 2 چیز میده، هم یاد نگرفته هم بی تجربه. درست. 2 چیزه، یادگیری و تجربه. یعنی نه دانش رو اضافه کردیم نه عملا زندگیش کردیم. برای اینکه میگه چون که طفله. اینو میگه. بعد آیه دیگه این بود، عبرانیان 6 آیه 1 اینو میگه از کلام ابتدای مسیح گذر کرده به سوی کمال پیش بجوییم. اون کلام ابتدا یعنی دیگه از شروع ایمان، حالا ایمان آوردی، از اون مراحل اولیه باید رد بشیم، به طرف کمال باید خودمون رو جلو بکشیم. بعد میگه بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا نذاریم. جالب بود این 2 آیه برام، که این 2-3 آیه که دقیقاً داره اشاره میکنه که خودمون رو بالا بکشیم، در جا نزنیم. خب دلیلش هم اینه،
نویسنده عبرانیان، خب معلوم نیست کی نوشته ولی حدس میزنن که پولس نوشته، حالا به هر دلیلی. دلیلش هم پولس به تیموتائوس اینطور می نویسه در رساله دوم تیموتائوس باب 3 آیه 17 میگه تا مرد خدا کامل و برای هر کار نیکو آراسته شود. دلیل اینه اگه میخوایم رشد بکنیم، یعنی میخوایم رشد بکنیم، باید رشد بکنیم که بتونیم کامل بشیم و همینطور برای خدمت، برای کاری که در جلوی ما گذاشته. نه خدمت به عنوان منظورم نیست، برای اینکه حقیقتا در این ملکوت حالا وارد شدیم، در این خانواده الهی وارد شدیم، بی ثمر نمونیم، مثمر باشیم. خب در شناخت خدا خودمون رو بالا بکشیم، رشد بکنیم، باید بتونیم اون چه رو که ادعا می‌کنیم زندگی کنیم. به حرف نیست بلکه به عمله. باید آیات کلام خدا تو زندگیمون کارگر باشه، اثر داشته باشه، نه تنها تولد تازه تو ما کار بکنه بلکه دیگران ببینن. اگر این دیده نشه فایده نداره. دقیقاً همینجوره. یعنی اینکه من که فقط بیام حالا مثلا بگم من مسیحی ام، بعد برگردن بگن که خب حالا فرق تو با بقیه چی هست؟ دقیقاً. بعضی وقتا هم این فرق شاید بدتر باشه که خب مسلماً خیلی میتونه، من میتونم نماینده خیلی بدی باشم برای مسیح، ولی همونطور که شما گفتید این همون دقیقاً مثالی هست که قبلا هم زده شده که اگر به هر حال شما وقتی میخوای بری برونز کنی که این قضیه خیلی هم تازگی مد شده، تن میگن بکنی، به هر حال باید برای مدتی بخوابی زیر نور خورشید تا تو هوای گرم و تن بشی. و وقتی که از اون منطقه به هر حال برمیگردی خونت، بقیه میگن شما رفته بودی مسافرت، رفته بودی کنار دریا یا یه جای گرم رفته بودی. بقیه میفهمن، میبینن، لازم نیست شما بگید، به خاطر اینکه به هر حال شما مشخصه، توی پوست بدنت مشخصه که سوختی حالا یا تن شدی. دقیقاً مسیحیت هم همینه. یعنی اگر شما یک تغییر و تحولی درت اتفاق بیفته، به هر حال جای سوال هست برای بقیه و اگه شما نگی، بارها شده ممکنه مثلا شخص ازت بپرسه ببینه که جریان چیه، مثلا تو حالا این مدلی هستی یا مثلا حالا میبخشی حالا یا خوشحالی زیادی، نه خوشحالیه مثلا الکی، ولی اون شادی که درت هست یا به هر حال اون چی میگن مثبت اندیشی که درت هست یا نوع ایمانت، به هر حال مشخص کننده هست که تو به یک چیز دیگه اعتقاد داری تا بقیه. مثلا همین تولد تازه. تولد تازه در ما دیده بشه. ما خونده نشدیم همونطور که گفتم در جا بزنیم، بلکه خونده شدیم جلو بریم. تغییر در ما دیده بشه. من همیشه میگم تغییر زندگی ما بلندتر از حرفای ما حرف میزنه. من این تکه کلاممه همیشه و درستم هست، همینطوره. ببینید ما مرقس 8 رو خوندیم، 8:34 رو که گفتیم هر که میخواد هر که میخواد دنبال من بیاد باید خودش رو انکار کنه و باید صلیب خودش رو برداره و منو پیروی بکنه. ببینید بلوغ روحانی طبق این آیه شامل تولد تازه است، برداشتن صلیبه و همینطور دنبال روی عیسی. خب پس ترکیب این سه تاست که ما رو روز به روز شبیه مسیح میکنه، نه اینکه فقط تولد تازه باشه حالا سختی صلیب نباشه، پیروی عیسی نباشه. نمیشه، همچی چیزی نیست. اینها هر سه تا مکمل هم دیگه هستن. یعنی یه زندگی مسیح محور، نه خود محور. دقیقاً اینطوره. ما وقتی ایمان میاریم روح القدس در ما ساکن میشه و ما رو در مسیر تغییرات لازم کمک میکنه. پس این تغییر و تبدیل رو کلام خدا بهش تولد تازه اسم گذاشته و این تولد تازه رو ما در مکالمه عیسی با نیقودیموس در یوحنا باب 4 میبینیم و میگه که کسی که از آب و روح به اصطلاح مولود بشه، تولد از روح در واقع میتونیم بگیم تولد تازه این هست که در حیطه روح ما در تازگی زندگی بکنیم. بسیار عالی، خیلی ممنون. مرسی خواهر لوئیس جان. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و صحبتامون رو ادامه میدیم. سلام کشیش، امید به برنامه علامت سوال خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. سلام فرلوز عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه. سلام سالی جان، چقدر خوشحالم دوباره میبینمتون. دوستان عزیز، بیننده برنامه علامت سوال هستید. در واقع آخرین برنامه از سری برنامه‌های علامت سوال در امسال، سال 2021 و به امید خدا که بتونیم سال خیلی خوبی رو هم با هم سپری کنیم در سال آینده در واقع. و ممنون و تشکر از اینکه برنامه خودتون رو انتخاب کردین. همونطور که خدمتون گفتم این برنامه از پیش ضبط شده، اما همچنان عزیزان شما میتونید با ما در تماس باشید. سوالات، نظرات، صحبت‌ها، شهادت‌ها و درخواست‌های دعایی شما عزیزان به دست ما خواهد رسید. نگران نباشید اگر برنامه به صورت پخش زنده نیست، اما حتما صحبت‌های شما عزیزان به دست ما خواهد رسید. همونطور که میدونید همراه با خاله لویز عزیز هستیم و داریم در رابطه با رشد و یا بلوغ روحانی صحبت می‌کنیم و دعوتتون می‌کنم که حتما تا آخر برنامه با ما همراه باشین، چون بعد از اتمام صحبت هامون در نیم ساعت اول میخوایم به سوالات شما عزیزان بپردازیم که در به هر حال گذشته پرسیده شده. خاله جان میشنویم از شما. بله سالی جان، داشتیم میگفتیم که تولد از روح بله. در واقع ملاک هستش برای این مسئله رشد روحانی. تولد از روح، تولد تازه. کاری که روح القدس در این جریان تولد تازه میکنه اینه که اون رسوبات، اون جای پای گناهان گذشته، زندگی گذشته رو به مرور پاک میکنه و بر میداره و کاری که میکنه اون شخصیت مسیح رو، در واقع اون شباهت شخصیت مسیح رو در ما جایگزین میکنه که این البته به یک شرط، اونطوری نیست که مستقیم بیاد از آسمون بیفته رو زانومون، همچین چیزی نیست. از طریق همکاری ما با روح القدس این میسره. بعد بگم که در این راستا رشد درستی ما نخواهیم داشت اگر بخوایم خیلی زود رنج باشیم، اگر نسبت به تأدیب روح القدس بخوایم عکس العمل نشون بدیم یا به عبارتی بگم انتقاد پذیر نباشیم. چون رشد لازمش اینه که ما تأدیب بشیم، تصحیح بشیم، چون ما که عقل کل نیستیم. بنابراین اشتباهات انجام میدیم و باید بتونیم قبول بکنیم اگر یکی اشتباهمون رو بهمون تذکر میده، لااقل به این فکر نباشیم طرف با من دشمنی کرده، فکر کنیم اوه من چطور میتونم این اشتباه رو برطرف کنم، این رو خودم رو به اصطلاح بکشم بالا. پس بلوغ روحانی تاکید داره به قدوسیت، تاکید به پاک زیستن داره. این حفظ این شیوه این زندگی، این شیوه خیلی مهمه، پاکی و قدوسیت، چون که مسیح میگه بدون تولد تازه ما پادشاهی خدا رو نمیتونیم ببینیم یا به عبارتی نمیتونیم تجربه کنیم اون رو. پس بلوغ روحانی در واقع انعکاس صورت مسیحه. مردم صورت مسیح رو در ما ببینن. وقتی که وارد میشیم بگن شما یه فرقی داری، یه چیزی رو با خودمون وارد جمع بکنیم که فرق داشته باشه با اونی که هست اونجا. خب پس اینه انعکاس صورت مسیح در ما. پس بلوغ روحانی یه کار دیگه ای هم که در ما انجام میده، فقط این نیست که صورت مسیح در ما دیده بشه، بلکه از نظر روحانی اون حکمت و فهم لازم رو هم به ما بده. لازم هست برای این. در امثال 16 آیه 21 خیلی آیه قشنگی هست، اونجا میگه هر که دل حکیم دارد فهیم خوانده میشود و شیرینی لبها علم را میافزاید. این خیلی مهمه، یعنی خودشو نشون میده. حکمت، فهم، معرفت، دانش خودش رو خود به خود به شکل طبیعی نشون میده. پس باز تکرار میکنم، بلوغ روحانی از طریق شبیه شدن
مسیح هستش که میسره. ما خب بعد از نجات همونطور که گفتم ما این رشد رو که شروع میکنیم این پروسه دائمیه و تا اون نفس آخر ادامه داره. قابل توجه بینندگان عزیز که فکر میکنن که چون پس این ایمان آوردیم تموم شد، حالا سالها هم از ایمان گذشته، آره مثلا 20 سال پیش خدا این کار رو برای من کرد، نه امروز برای شما چی کار کرد. این مسئله. برای اینکه خود پولس حتی دیگه بزرگتر از پولس که نیستیم، خود پولس تو فیلیپیان 3 آیات 12 تا 14 در مورد خودش داره اینو میگه، در مورد معرفت مسیح به خوانندگانش اینو میگه هنوز به دست نیاورده. میگه اون معرفت لازم رو حالا که حالاست، هنوز به دست نیاورده یا به کمال نرسیده. بعد اینو میگه اما در پی آن میکوشم که مسیح مرا به دست آورده است. نمیگویم که به کمال رسیدم، ولی یک چیز میکنم، با آنی که گذشته را رها کرده به سوی جلو پیش میروم، به سوی هدف میکوشم که انعام، در واقع جایزه، که جایزه را دریافت کنم یا پاداش رو که به خاطر آن خدا مرا در مسیح خوانده است. پس ما هم مثل پولس در واقع باید مرتب، اگر پولس با این همه به اصطلاح فضیلت، با این همه عطایا و تجربه قوی که داشته میگه هنوز به دست نیاوردم، من و شما چقدر احتیاج داریم که خودمون رو به سوی معرفت عمیق‌تر از خدا، معرفت عمیق خدا خودمون رو به اصطلاح جلو بکشیم. بلوغ روحانی انضباط میطلبه و انضباط شدید درش هست که شخص بتونه ارجحیت‌های خودش رو مرتب بکنه، از اون مرحله جلب رضایت مردم به جلب رضایت خدا خودش رو منتقل کنه. یادگیری جزء این مراحل هست و اطاعت. ببینید همه اینها در اطاعت میسره. ما هر چیزی رو در اختیار داریم، همه چیز رو روح خود خدا برای ما این رو در اختیار گذاشته. اگر من و شما اون دگمه اطاعت رو نزنیم تو وجود خودمون، این میسر نیست، که اونم راحت نیست. همونطور که شما گفتین هم انضباط میطلبه، هم اولویت بندی هست که مهمترینشه، اعتماد هست که باز ما خیلی راحت شاید بگیم من اعتماد دارم به خدا، ولی موقع عمل دقیقاً و اطاعت اینجاست. شما درست میگی، خیلی سخته، واقعا سخته. که میگن که خوش به حالتون شما مسیحی شدید، مثلا اینو ندارید و راحت میتونید نه، همچینم نیست، سخت‌تره، باور کنید خیلی سخته. آره. و کلید بلوغ همونطور که گفتم اولش اطاعته. این مسئله خیلی مهمه، اطاعت، ثبات، پشتکار، اینها در انجام یه کارهایی که ما میدونیم ما رو به خدا نزدیک میکنه. هر کاری نه، باید انتخاب کنیم کارهایی رو که ما رو به خدا نزدیک میکنه و رو اونا متمرکز بشیم، خودمون رو در اونها رشد بدیم و جلو بکشیم. این رو ببینید، اینا تمرین لازمه در این ارتباط روحانی. یه سری کارهایی هست مثل خوندن مرتب کتاب مقدس و نه فقط خوندن همینجوری ما میگیم الله بختکی نه، بلکه مطالعه کلام، یعنی تفاسیر رو بخونیم، کتابای جنبی رو بخونیم، دقیق باشیم درش، و دعا مهمه، مشارکت مهمه با سایر ایمانداران، خدمت، نظارت، اینا همه جزءشه. چیز مهم نیست چقدر ما سخت روی اینها کار میکنیم، به هر حال اگر اجازه ندیم روح القدس در ما کار کنه و اگر اطاعت نکنیم از هدایت روح القدس، هیچ کدوم فایده ای نداره. من میخوام در این رو به این شکل به اصطلاح بیارمش، جزئی ترش کنم. بریم تو غلاطیان باب 5 آیه 16 به ما میگه که باید به روح رفتار کنیم. اونجا که میگه به روح رفتار کنیم، در واقع داره میگه باید با روح راه بریم. این راه رفتن در کلمه یونانیش در واقع به معنی راه رفتن با دیدن هدفه. یعنی شما جلو هدف رو داری میبینی، در مسیر اون هدف داری راه میری و به سوی مقصد و هدف جلو میری. ما جلوتر تو همین فصل در باب 5 به اصطلاح غلاطیان، پولس به ما میگه که ما به روح باید راه بریم. به روح یعنی چی؟ این ترجمه‌ای که اینجا به اصطلاح تو غلاطیان راه رفتن ترجمه کرده، در واقع اینو داره میگه قدم به قدم، مرحله به مرحله، راه رفتنی که از
هدایت یکی دیگه است، یکی دیگه داره منو هدایت میکنه. شما ببینید به طرف مقصد دارید میرید، مرحله به مرحله، قدم به قدم دارید میرید جلو، هدف رو میبینید، ولی شما تحت هدایت یک کس دیگه که ما میدونیم هدایت کس دیگه در واقع هدایت روح القدسه. از روح پر بودن یعنی اینکه تحت کنترل روح ما راه بریم. پس هرچه بیشتر و بیشتر ما از هدایت روح اطاعت بکنیم به همون نسبت هم رشد میکنیم و میوه روح در ما در زندگیمون به اصطلاح رشد میکنه، دیده میشه و برای ما یه زندگی طبیعی میشه. یعنی دیگه زور نمیزنیم اینجوری عمل کنیم، به شکل طبیعی این خودجوش میاد در ما. خب تو همون غلاطیان باز شاهکار رسالات پولس هستش، در باب 5 یه آیه بسیار کلیدی هست که بسیار نمونه کامل بلوغ روحانی. میگه وقتی ایمان میاریم، خدا گفتم همه ابزار، همه وسایل رو در اختیار داریم، خدا در اختیار ما گذاشته که ما به اصطلاح رشد بکنیم. ولی در این مورد پولس رسول یک لیست میوه روح گذاشته اونجا، ولی جلوتر از اون پتروس باز این رو به اصطلاح اشاره میکنه، میگه که هر تلاشی رو بکنید که ایمان خودتون رو به نیکویی تقویت بکنید و نیکویی در علم در خویشتن‌داری، خویشتن‌داری در صبر، در دینداری، در محبت برادرانه و بعد میگه محبت. خب اینها همه خصوصیاتیه که شامل ما میشه وقتی که ما در این پروسه رشد به اصطلاح قرار میگیریم، چون که ما رو مثمر میکنه، ما میوه میدیم. بلوغ روحانی شامل به اصطلاح یه سری همونطور که گفتم انضباطی هست که باید به اصطلاح خودمون رو متعهد بکنیم بهش، ولی این میوه روح مفرده ولی نهگانه است. یعنی یه چیز که خودش توش 9 قسمت داره، خیلی زیبا که این 9 تا میوه رو اینطور اسم میبره: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع. بالاتر از همه اینا، آخر از همه اینا کلمه خویشتن‌داری رو میاره. باور کنید این مورد شاید بیشتر از همه اینا اسمش روشه، خویشتن‌داری، خویشتن، خودم رو کنترل کنم. باور کنید این سخت‌تر از همش. چون وسوسه میشه یه حرفی بزنی، روح القدس بهت میگه نه اینجا جاش نیست، حالا بیا درستش کن. یه چیزی میخوای بپرونی، کنترل میکنی، یا عملی میخوای انجام بدی، عکس العملی ایجاد میشه. همه اینها، این خویشتن‌داری سخت‌ترین قسمتشه. ولی خب چطور ما به این بلوغ روحانی برسیم؟ آیا چون سخته امکان پذیر نیست؟ نه، همچین چیزی نیست، بلکه روح القدس رو داریم کمکمون میکنه. دعا و پرستش بسیار مهمه در این مورد، چون که این نزدیکی با خدا رو برای ما ایجاد میکنه. یه کیفیتیه که اصلا خود خدا دنبال این مسئله هست، نزدیکی با او به اصطلاح هدف اصلیشه و این همون هدفیه که در واقع روح القدس در ما ساکن میشه و پرمون میکنه. داوود در اول تواریخ باب 16 در سرود خودش اینطور میگه که خداوند و قوت او را بطلبید، روی او را پیوسته طالب باشید. پس مهمه که نزدیکی با خدا، دعا، پرستش، همطور که گفتم مطالعه کلام خدا، بکارگیری آیات هستش که این جزء زندگی روزمرمون بشه. و تو یعقوب با این به اصطلاح تموم کنم که میگه که مهم نیست که شنونده فقط باشی، بلکه کننده باید باشی. پس این چیزایی رو که به اصطلاح در زندگی در این مسیر یاد میگیریم، نه فقط به عنوان دانش باشه برای ما، یک برچسبی باشه، بلکه این رو بتونیم تو زندگی هم پیاده کنیم، هم دیگران ببینن، از این طریق اون دایره تأثیر خودمون رو وسیع‌تر بکنیم. پس این مهمه، مستلزمش دعا و پرستش، معرفت کلام خداست، یعنی دانش کلام خدا، مشارکت با ایمانداران، که اینها مهمترین و حیاتی ترین هستش. پس در این پروسه ما فیض خدا رو احتیاج داریم کمکمون بکنه. آمین آمین. همونطور که شما گفتید واقعا این قضیه به هر حال زندگی کردن اون چیزی که باور داری
از هر چیزی مهمتر هست. من ممکنه به عنوان یک شخص، یک گوینده، یک معلم، حتی یک ممکنه کشیش باشم و خیلی قشنگ حرف بزنم و آدم‌های دیگه خیلی اتفاقا برکت بگیرن از صحبت‌های من، چیزها یاد بگیرن، اما وقتی در زندگی خودم اتفاق نمیفته، خب اول از هر چیز باید خودم نگران باشم و دوم اطرافیان من میتونن نگران باشن که اگر این قراره که این شخصی که حالا حرفشو میزنه خودش عمل نمیکنه، خب چه تفاوتی هست. و این قضیه دیسیپلین یا همون انضباط روحانی که شما گفتید یا اون خویشتن‌داری خودش واقعا جزء مسائلی که خیلی خیلی مهمه. مسئله خویشتن‌داری خیلی، اگه ما خودمون رو بتونیم نگه داریم و کنترل، من فکر کنم تمام دنیا گلستان میشه. یعنی واقعا همونطور که شما گفتید این قضیه نمیدونم جنگ و دعوا و غیبت و نمیدونم بدگویی و تمام اینا اکثرا از همین قضیه خویشتن نداریه. و همونطور که شما گفتید و کلام هم بهش اشاره کرده، ما ازش سرسری میگذریم، فکر میکنیم که خب حالا اینم جزء یکی از چیزایی که باید بهش واقعا توجه بشه. ولی وقتی من بتونم خویشتن‌داری کنم، میتونم محبت داشته باشم، میتونم صبور باشم، میتونم نمیدونم خیلی خیلی مسائل دیگه که به هر حال درش اشاره شده. خیلی ممنون، مرسی خواهر لوئیس جان. و دعای ما این باشه که سال آینده هیچ کدوم از ما قرار نیست، یعنی نمیرسیم به اون حد کمال، این یک واقعیته، ولی در اون راه قدم برداریم و تصمیممون این باشه که در همونطور که دعای پولس هست، دعای ما هم باشه که در این راه بیشتر رشد کنیم، حکیمانه تر وقت بیشتری رو بگذاریم بر روی کلام خدا و فقط به قول شما خوندن نباشه، اون تمتع و اون تمرکزی که باید داشته باشیم. و آمین که خداوند هم بهمون فیض میده، بهمون قدرت میده، بهمون حکمت میده و برکت چندین برابر. بریم با هم یک موزیک ویدیو ببینیم، بشنویم از آن، برمیگردیم با سوالات شما. با باشید. فرشتگان آسمانی همه جان دادهید، امروز در شهر بیتلهم نجات دهنده مولود گشت. آسمانی نوید بخش آزادیست، عیسی امانوئیل مظهر ذات الهیست. تو را با هم پرستیم، عیسی را بپرستیم.
او حیات جاودانیست، آمده به دنیای ما تا نجات بخشد انسان را. با هم پرستیم، با هم عیسی را بپرستیم. دورا با هم پرستیم، با هم عیسی را بپرستیم. بله دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سال. همونطور که خدمتون گفتم این برنامه به صورت از پیش ضبط شده هست، اما شما دوستان میتونین همچنان با ما در تماس باشید و سوالات و نظرات و شهادت ها و همچنین درخواست های دعاتون حتما به دست ما خواهد رسید و در برنامه‌های آینده به اونها حتما اشاره خواهد شد. همراه با خواهر لویز عزیز با شما هستیم و همون اول برنامه هم گفتم بسیار خوشحال هستیم که بعد از مدت ها، خب ما پارسال نداشتیم برنامه‌ای که به هر حال در کنار همدیگه با کارشناسان عزیز باشیم و مهمانان عزیزمون همیشه از طریق اسکایپ بوده. مراسم حالا کریسمس و یا قبل از سال نو یا سال نو رو حالا یه جورایی بگیم. خوشحال هستیم که آخرین برنامه سال رو خواهر لویز جان به هر حال تونستن که باز هم تشریف بیارن به استودیو و خیلی خیلی اینطوری بهتر هست. برازم این احساس خیلی بهتری هست وقتی با هم میشینیم صحبت میکنیم و جو کلا تغییر میکنه. تازه میفهمی چقدر دلت تنگ شده. دقیقاً همینطوره و خدا رو شکر برای این فرصتی که پیش اومد. امیدوار هستیم که از این فرصت ها زیاد پیش بیاد، اگرچه شما رو قبلا داشتیم در برنامه، ولی خب باز هم امیدواریم که باز هم بیاین شما در خود استودیو. خب بریم سراغ سوالات دوستان عزیزمون که پرسیدن و امیدوارم که بیننده باشید و الان بشنوین سوالاتون رو. اگر هم ندیدید حتما بر روی یوتیوب و یا کانال تلگرام علامت سوال و یا از طریق اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال میتونید سوالتون رو پیدا کنین و بشنوید. اتفاقا یکی از سوالاتی که دوست ما پرسیدن، ریننده‌ای که اسمشون رو نگفتن، در رابطه با موضوع برنامه هست که صحبت کردیم. گفتن که چگونه در روحانیت رشد کنم تا روحاً با خدا در ارتباط باشم، چون فکرم به گمراهی زیاد میره، کاری نمی کنم اما ذهنم درگیر ناپاکی و پلیدی هست. سوال جالبیه. البته خب به این مسئله هم ما در متن برنامه اشاره کردیم. برای بیننده عزیز باید بگم که حقیقتاً یه دکمه اطاعت داریم تو وجود خودمون. اول اون دکمه رو ما باید روشن کنیم، این خیلی مهمه. و دیگه این که گفتیم دعا و پرستش خیلی مهمه، چون که حقیقتاً در نزدیکی با خداست که ما شخصیت خدا رو در واقع به خودمون میگیریم. اگه یادتون باشه موسی وقتی بالای کوه بود، وقتی برگشت صورتش میدرخشید. درخشش از خودش نبود، درخشش از حضور خدا بود. وقتی که ما در دعا و پرستش در حضور خدا وقت صرف میکنیم، بخوای نخوای اون حضور رو
در واقع میگیریم، یه جورایی منعکس میکنیم. بنابراین موندن در حضور خدا خیلی مهمه، دعا، پرستش و همونطور که گفتم مطالعه کلام خدا و خوندنش. بخونیم، مطالعه کنیم، آیات رو دقیق بفهمیم چی میگه. ورد نیست کلام خدا، واقعا حقیقتا بگم این میگیم که خوندنش ثواب داره، همچین چیزی نیست. خوندنش مثمر برای خودمون، برای که ما میوه تولید میکنیم. و ایشون اشاره کردن که من فکرم گمراه میشه و اینا. بهترین روشی که میتونه فکر ما رو متمرکز کنه خوندن کلام خدا، به دقت و روی آیات متمرکز بشیم. جایی رو بلد نیستیم، اگر کتابی داریم کمکمون بکنه، نه از کسانی که از نظر ایمانی بزرگتر از ما هستن، جلوترن، از اینا بپرسیم. دنبال یادگیری باشیم، یادگیری کلام خدا. یاد گرفتیم این رو زندگی بکنیم. و همینطور مسئله مشارکت با ایمانداران دیگه، ایماندارانی که در واقع رشد میدن، ما رو پایین نمیکشن. اینها افرادی که تشویقمون میکنن در این مسیر بلوغ روحانی، در رشد روحانی. دوست عزیز، هر چقدر بیشتر در دعا و پرستش، مطالعه کلام خدا، مشارکت با دیگر ایمانداران خودتون رو بالا بکشید، خود به خود این میزان گمراهی، گیجی، اینا هم خود به خود کم میشه، جوری که خودتون حتی متوجه نمیشید که کی از شما برداشته شد، برای اینکه فوکوستون، تمرکزتون روی چیز دیگه میره. یکی از روش هایی که من فکر میکنم قبلا در برنامه‌های قبلی این رو گفتم که بخوایم ما فکر ما رو عادت بدیم، دیسیپلین بدیم، به یه مسیر دیگه‌ای بیاریم، از مسیر قبلی به اصطلاح هدف رو تغییر بدیم، یه روش اینه که ما آگاهانه این کار رو بکنیم و هرچه بیشتر در این ادامه میدیم، تمرین میکنیم، خود به خود ما درش حافظه میسازیم. وقتی که ما در مغز ما در مورد چیزی حافظه تشکیل دادیم، دیگه به شکل طبیعی ما عمل میکنیم. پس بنابراین اوایل ممکنه یه خورده سخت باشه. حالا بعضیا میگن نخ میبندن دور انگشتشون، ساعت این سر اون سر میکنن. یا جایی بنویسید، به خودتون یادآوری بکنید. خدا رو شکر تکنولوژی بالاست، الان اغلب تلفن‌های هوشمند دارید، بذارید که یادآوری کنه و به یادتون بیاد که فکرتون رو روی کلام و یه آیه از همون چیزی که صبح خوندید بگیرید، روش متمرکز بشید. به قول خودمون میگیم روش مزه کنید این آیه رو، یه مفهومی از توش در به باور کنید. صبح شروع کنید. من کردم این کار رو، تجربه دارم، این رو میگم. وقتی که شب میشه اصلا شما کامل مطلب رو گرفتید و فکرتون دیگه به بیراهه نرفته. پس این چیزایی که گفتیم خیلی موثر هستش. من فکر کنم معاشرت خیلی مهمه. خیلی شما بهش اشاره کردین. اصلا اگر ما افرادی که باشون معاشرت میکنیم، همونطور که شما فرمودید، افراد روحانی باشن، اصلا مکالمات عادی و عامه ما به سمت و سوی دیگه‌ای کشیده میشه. به این معنا نیست که حالا همش ما حالا خیلی بگیم، بعضی وقتا میگن سوپر نمیدونم اسپریچوال، آره خیلی خیلی روحانی، نمیخوایم حالا شعار و اینا، ولی واقعا تفاوت ایجاد میکنه. وقتی شما 2 نفر هستین، 3 نفر هستید که در یک راستا دارید صحبت میکنید و دید، نظر، اعتقادات و ایمانتون در یک جهت هست، اصلا کاملا ذهن شما خودش آموزش میبینه که در کدوم سمت، و برعکسش هم کاملا همینه. اگر ما معاشرینی داشته باشیم که تمرکزشون و نوع زندگیشون بر مبنای یک زندگی خاصی باشه، ناخودآگاه شما هم به این سمت کشید. من اینو واقعا تجربه کردم، همونطور که شما گفتید. شما واقعا درست میگید. و ببینید وقتی که میگیم طرف سوپر روحانی، اصلا اینطور نیست. همون زندگی روزمره، بارها گفتم، حتی اخبار روز، مسائلی که در رابطه با وضعیت خودمون، همه اینها یه جورای خود به خود ما رو به یک بعدی میبره. حالا میگم بعد میبره، منظورم مثلا این نیست که با عالم خلسه میریم و اینا، نه، اصلا خود به خود شما آیات کلام یادتون میاد. به یادتون میاد بابا تو این وسط تنها نیستیم، کسی رو داریم که مثل ما شد، شریک دردهای ما شد و میتونه کمکمون کنه. بس امید توش هست. درست. همینطور.
خلوز جان، آقای محمود سوالی پرسیدن، گفتن که کسی که این شانس رو نداشته باشه با مسیحیت و مسیح خداوند آشنا نشده باشه، تکلیف این انسان ها در روز قیامت چی هست؟ دین بهشون نرسیده و فوت شدن. آیا به عنوان یک ایماندار میتونیم برای اینها که فوت شدن دعا کنیم و بعدش دعا برای اینها آیا تأثیری داره؟ برای برادر عزیز محمود عزیز بگم که اول من قسمت آخر رو جواب بدم، بعد برگردم به مسئله اول. نه، انسان تا زمانی که زنده است تصمیم میگیره. وقتی یک کسی مرد دیگه تموم شد، یک کسی دیگه نمیتونه براش به اصطلاح به نیابت دعا کنه. نه، این رو نمیتونیم برای مرده دعا کنیم که خدا ببخشه، برای اینکه تا زمانی که زنده است بر اساس همون داوری میشه. ولی مژده میخوام به شما بدم برادر عزیز که خدا داور عادله، خدا بهترین داوره و خدا رو شو که خدا داوری میکنه. من و شما اگه بودیم هزار یه چیز رو می آوردیم وسط و رو تصمیم ما اثر میذاشت. ببینید، اولا که بر این باور هستم در عصری که زندگی میکنیم تکنولوژی به حدی هست که همه امکانات هست که انسانها با پیام انجیل روبرو بشن. حتی الان ما میدونیم قبایل آمازون که این همه دور افتاده و آدمخوار به اصطلاح بودند و شاید هم باشن، اینها حتی پیام انجیل به اونا هم رسیده، چه برسه به مناطقی مثل ماها. پس این فرصت رو خدا به هر کسی میده که بالاخره حتی یه بارم شده با پیام کلام کتاب مقدس، با پیام نجات روبرو بشه. برفرضم بگیم که نشد، اصلا شخصی در یه دهکوره‌ای بوده، اصلا هیچ خبری هم نشد، خدا بر اساس وجدان او رو داوری میکنه. درسته حالا میگیم تعمید نگرفته، ایمان نیاورده، اصلا نمیدونه روح القدس کیه، اینا همه به کنار. همطور که گفتم خدا داور عادله و خدا منصفه انصافا. چیزی رو که نداده از شما طلب نمیکنه. لااقل این رو به جرئت میتونم بگم، میتونم اینو تضمین بکنم، چیزی رو که بهتون نداده از شما طلب نمیکنه. خب و اونجا چون به همه ما وجدان داده شده به عنوان ندایی از خود خدا در درون ما بر اساس وجدانمون در واقع داوری میشیم. برای این تیپ افراد به شما بگم محمود جان که خدا درست داوری میکنه. اجازه بدید ایشون داوری بکنه و با دعاهای خودمون خراب نکنیم. خدای ما خدای عادلی. همینطوره. همینطوره. خیلی ممنون، مرسی خلوه جان. امیدوارم که محمود عزیز هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. مریم عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که پسر کلاس سومی، پسرشون کلاس سوم راهنمایی هست و میگه که در مدرسه کتاب‌هایی مثلا قرآن و کتاب‌های آسمانی که درباره حالا به هر حال پیامبران و مسائلی که بهشون اعتقاد ندارن صحبت میشه و میگن که باید بخونن و امتحان بدن، در صورتی که ایشون به هر حال قلبشون رو به خداوند عیسی مسیح دادن و گفتن که در چنین شرایطی باید چیکار کرد. ما میدونیم که افراد زیادی در چنین شرایطی هستن. به خصوص بچه‌ها. دقیقاً باید چیکار کرد؟ مشکلیه سالی جان. ولی یه چیز به مریم عزیز بگم در درجه اول به عنوان مادر این بچه. برای یه بچه هدف از مدرسه فرستادنشون اینه که خوندن، نوشتن، ریاضیات یاد بگیره و یه سری چیزای دیگه، معلومات عمومی. ببینید برای خوندن، نوشتن، هر کتابی، هر چیزی میتونه مفید باشه. درسته خوندن، حالا ما نمیگیم با خوندن کسی ایمان نمیاره، با خوندن تنها. پس در این مرحله حساب بکنید که داره یه چیزی رو یاد میگیره از نظر خوندن نوشتن یا میگم ریاضیات. این هدف یک دانش آموز اینه که خوندن نوشتن یاد بگیره. اینو میتونه از هر کتابی، از جمله کتاب‌های مذهبی یاد بگیره. کسی که ایمان آورده، کسی که در خداوند ریشه انداخته، با خوندن صرف به قول معروف از هر بادی چی میگن به هر طرفی کشیده نمیشه. حالا ایشون پسرشون کوچیکن و اینقدر که فهمیدم از این سوال پسرشون قلبشون به خداوند داده.
به این پسر عزیز که اسمش هم نمیدونم، به پسر مریم جان عزیز بگم خدا رو شکر که در این سن جوانی قلب تو به خداوند دادی. ولی این رو به شما بگم، هدف و فوکوس خودتون رو بذارید روی محبت خدا و همون کتابی رو که میخونید و میگید که دروغه یا غلطه یا چیزه، فکر کنید که چقدر از بچه‌های دیگه دارن همین کتابا رو میخونن و گمراه میشن. برای اونا دعا کنید. این قضیه اتفاقا باید شما رو به دعا برای بقیه بچه ها بکشه. زیادم انقدر خودمون رو خشک مذهب، نمیدونم کلمه درستی رو استفاده میکنم، فرض نکنیم، اینطور نبینیم که چون حالا ایمان آوردیم پس اصلا نمیتونیم این کتاب رو بخونیم. افرادی هستن که این کتاب ها رو دارن مطالعه میکنن، ایمانداران، و چطور بتونن با اینها به اینها پیام نجات رو برسونن. از کجا میدونیم که پسر شما یکی از اونا عذاب در نیاد؟ خدا رو شکر. پس بنابراین در مرحله خوندن نوشتن بگیرید این مسئله رو، در این که داره یه چیزی رو یاد میگیره، و به بچه فشار هم از این نظر نیاریم که چون حالا ایمان آورده بس خوندن اینها غلطه. نه، این یک فکر کاملا مذهبی، احتیاج نیست زیاد روی این مسئله به بچه فشار بیاریم. داره خوندن نوشتن یاد میگیره، اینطور نگاه کنید. بله، در رابطه با موضوعی که گفتین، خب خیلی از عزیزانی که حالا دفاعیات مسیحی یا به هر حال الهیات مسیحی رو مطالعه میکنن باید دانش داشته باشن در رابطه با اسلام شناسی و یا ادیان دیگه، چون اگر شما دانشی نداشته باشید نمیتونید دفاعیاتی داشته باشید در رابطه با حالا دین و یا مذهب خودت، و وقتی بی اطلاع باشی به هر حال هر چیزی که گفته میشه نمیتونی جوابی براش داشته باشی. پس کاملا من موافق هستم با صحبتی که شما کردید و به هر حال میدونیم شرایط راحتی هم نیست، ولی خب به هر حال امیدواریم که حکمت لازم رو خداوند بده که این شرایط به خوبی و به نحو احسن سپری بشه. اگه موافق هستید بریم با هم یه موزیک ویدیو دیگه ببینیم، بشنویم، برگردیم ادامه سوالات رو بدیم. با ما باشید. مسیح منجی بشر از عرش برین و از نزد پدر آمد به زمین با فتح و ظفر. گویید همه آن نخبه پسر فرزند خداست. عیسی به یقین منجی امم هم حافظ دین. چون بود جهان در محنت و غم، در زیر گناه با رنج و الم، آمد به زمین منجی امم تا فدیه شود از راه کرم. بخشیده حیات آن محیی دین، فرزند خداست عیسی به یقین. ازلی گردیده عیان در جسم مسیح آمد به جهان. پس شد گله را حامی و شبان، ره را بنمود بر این برگان. فرزند خداست عیسی به یقین، زین خلقت جداست آن محور دین. زین خلقت جداست
آن محور دین زین خلقت جداست آن محور دین. عزیزان دل، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال و خوشحال هستیم که همچنان شما هم با ما هستید همراه با خواهر لویز عزیز و سوالاتی که شما عزیزان پرسیدید. دعوتتون میکنم حتما تا آخر برنامه با ما باشید. شاید سوالی که مطرح میشه یکی از سوالاتی که باشه که شما عزیزان در گذشته از ما پرسیدید. خواهر لویز جان، بریم سراغ سوال بعد که یکی از دوستان ما پرسیدن. گفتن که به نظر من دینداری سبب خوشبختی نمیشه. هیچ دینی در دنیا تکیهگاه انسانها نبوده و نیست. هیچ دینی در جهان گرسنه‌ای رو سیر، برهنه‌ای رو لباس نپوشونده و نکرده. پس چرا برای دینداری انقدر تبلیغات میکنید؟ این سوال دو جنبه‌ای به نظرم دو سو میاد. این سوال نمیدونم از دید منفی و انتقادیشون دارن این رو میگن یا اینکه دین رو به شکل در واقع نه اینکه یا اینکه دید منفی که مذهب این رو. آره با شما موافقم اگر در حد مذهب این رو ببینیم 100%. ولی یه چیزی داریم به عنوان انسان دوستی. گرسنه ای رو سیر کردن، برهنه ای رو پوشوندن و چقدر داریم الان مرتب در اخبار ما میبینیم که در کمپ های مختلف چقدر احتیاج است، به خصوص تو سرمایی که الان در این فصل درش هستیم. خیلی خبرها هست. اولا تبلیغ نمیدونم اگر منظور پول جمع‌آوری پول و اینها، من حقیقتش نمیخوام داوری بکنم این افراد رو، ولی آنچه که من میخوام بگم اینه کماکان درسته انسان روش‌های انسانی حتی روش‌های مذهبی اگر کماکان غلط انجام میشه، کماکان به مسیر اشتباه میره، ولی واقعیتی هست به عنوان انسان دوستی، کمک به هم نوع که ایجاب میکنه من و شما به قول معروف دست به جیب بکنیم یا اینکه دست به کار بشیم، لباس جمع کنیم، وسایل جمع کنیم، غذا برسونیم. هنوز کماکان من به این مسئله معتقدم که به خاطر انسان دوستی ما باید به اینها رسیدگی بکنیم. باید به اینها پناه بدیم، باید به اینها خوراک و پوشاک و جا و اینا باید بدیم. این در این هیچ شکی نیست. حالا اگر این وسط کمپانی هایی، مؤسساتی، سازمان هایی، تیم هایی میان این وسط سودجویی میکنن، دل انسانه. کلام خدا میگه و خدا آدمی را راست آفرید اما دلهای ایشان مخترعات بسیار طلبی. اینو در جامعه میگه سلیمان. دل انسان در هر جایی که قرار بگیره میتونه مریض باشه. وقتی تصمیم میگیره خلاف انجام بده، تصمیم میخواد در محیط دین باشه، میخواد در محیط بیدینی باشه، کار خودش انجام میده. ما به انسان ایمان نیاوردیم، ما به کسی ایمان آوردیم که میگه به ما باید به هم نوع کمک بکنیم. پس بنابراین اون خط اصلی، اون جوهر اصلی که کمک به هم نوع هست، به همون میچسبیم و گوش و چشممون رو نسبت به کارهایی که دیگران میکنن میبندیم برای اینکه خودشون باید جواب بدن. فردا اونا برای بابت کار خودشون داوری میشن، من و شما برای اونا داوری نمیشیم. ما خودمون این وسط چه موضعی رو گرفتیم، این مهمه. و اینم خیلی مهمه که میگه که چه کسی به خانه خدا میتونه. یه سوالیه که در مضمون مطرح میشه، میگه کسی که دل و دست پاک داشته باشه، دل خالص به دست پاک. بنابراین این خیلی مهمه که من در جایی که قرار میگیرم و هر کدوم از ما، من نوعی، هر کدوم در جایی که قرار میگیریم دستمون پاک باشه، دلمون پاک باشه. این خیلی مهمه و کمک بکنیم به هم نوع. حالا اگر دینداری که ادعاشو میکنن و انجام نمیدن، خب شاید سوال این دوست بیننده ما بیشتر این جنبه رو داشته باشه که اصلا چرا باید دین و مذهب رو تبلیغ کرد و از نظرشون کلن شاید سود و منافعی نداشته باشه برای انسان. بله. که اینقدر حالا راجع بهش صحبت میشه. بخوایم اگر از این جهت نگاه کنیم و جواب بدیم چی؟ خب ببینید، تبلیغ چون در حال حاضر در این قرن
یه جنبه بار منفی درش هست، ما این رو بد میبینیم به خاطر تجربیاتی که از این مسئله تبلیغ داریم. ولی در ابتدا مسیح چی گفت؟ در متی 28 گفت برید امتها را شاگرد سازید و به اسم پدر، پسر، روح القدس تعمید بدید. اگر این رو به اسم تبلیغ میذارید، نه، این تبلیغ نیست. اون تبلیغی که ما الان برداشت میکنیم ازش حقیقتا فرق داره با اون مأموریتی که مسیح به ما داده. و در این راستا میگه مریضاشون رو شفا بدید، نمیدونم دیوار رو اخراج کنید. توش هم نوع کمک به هم نوع هست. توش فقط این نیست که بیایم طرف و مسیح بکنیم و تموم شده رم. نه، شریک درداش بشیم، برای که خود مسیح شریک دردهای ما شد. از این جنبه نگاه بکنیم، آره، در هر حال این اشاعه پیام نجات وظیفه همه ما هست. حالا نه فقط سازمان ها، بلکه من نوعی، هر کدوم از ما آنچه که خدا برای ما انجام داده باید این رو به دیگران بگیم. برای اینکه در حزقیال باب 33 هست که در مورد مسئله دیدبان اشاره میکنه. یه خلاصه این رو بگم، ممکنه یه خورده هم طولانی بشه این مسئله، ولی این رو خلاصه بگم. اونجا اینو میگه ای پسر انسان، به حزقیال این رو میگه که اگه دیدبان که بر برج معمولا دیدبان در بالا وامیستاد، از دور اگر از دور خطر رو میبینه و این شیپور رو خودش رو ننوازه که مردم شهر به پناهگاه برن، این خطر که اومد، این دیدبان مسئول هلاکت شهره. و اگر دیدبان خطر رو دید، شیپور رو نواخت، ولی مردم اطاعت نکردن، دیگه مسئول نیست. چون که اعلان کرده. و اونجا چی میگه خدا؟ برمیگرده میگه که خوش نیستم از مردن مرد شریر در شرارت خودش، بلکه از شرارت خودش بازگشت کرده به سوی من بیاد. خب این دل خداست و این باید دل من و شما باشه. ما امروز در مورد بلوغ روحانی صحبت کردیم، گفتیم که بلوغ روحانی یعنی همشکل مسیح شدن، شبیه مسیح شدن. این سوال رو از خودمون بکنیم. سالها پیش یکی از این سازمان‌های میسیونری یه دستبندهایی درست کرده بود که روش هم اون مخفف چیز رو گذاشته بود که اگه مسیح جای من بود چی کار میکرد. خب این سوال رو الان من از همین بیننده عزیز میخوام بکنم که در مورد تبلیغ این مسئله دارنش. شما به من بگی اگه مسیح الان بود در وضعیتی که الان ما در کمپ ها در جاهای مختلف و وضعیت دنیا داریم میبینیم، مسیح جای من و شما بود، چه عکس العملی نشون میداد؟ اینجوری به قضیه نگاه کنیم. آره، در بین شاگردان مسیح هم خائن وجود داشت. در همون 12 شاگرد یکی بهش خیانت کرد و دیدیم که بعد از این که مسیح رو دستگیر کردن، خیلی از اینها فرار کردن. هیچکی باهاش نمون جز یوحنا که اونم به خاطر اینکه مادر خودش رو به یوحنا سپرده بود، اون برای همه در رفتن. پس در هر جمعی، نه فقط تو سازمان‌های مؤسسات خیریه، در همه جا خائنین هستن، کسایی هستن که نارو بزن، کسایی هستن که دنبال منافع شخصی خودشون هستن و این تبلیغ رو ما به این شکل به حالت منفی خودش نبینیم، به عنوان اشاعه پیام نجات ببینیم، چون که این دل خداست. درست. چون که این دل خداست. از این دید نگاه کنیم. و حالا من یه سوال دارم از بیننده عزیز. البته خب خیلی شاید نشه این رو با هم مقایسه کرد، اما مثلا اگر شما برید یک رستوران یه غذای خیلی خوب خوشمزه بخورید و میدونید که این غذا هم سالمه، هم خوشمزه است، هم ازش واقعا لذت میبرید، مطمئنا این رو میرید به دوستتون، به خانواده‌تون میگین و از این تبلیغی که حالا اگه اسمشو بذارین شما سود و منفعتی برای شما نخواهد داشت، چون نه شما صاحب اون رستوران هستید، یعنی نه قراره پولی بره توی جیب شما یا منفعتی داشته باشه، ولی چون اون تجربه خوب و شیرین رو داشتید، دوست دارید با بقیه شریک کنید و دوست دارید که بقیه هم این تجربه رو داشته باشن. شاید اون ارتباطی که آدم با خداوند داره و اون ارتباطی رو که پیدا میکنه، اون شیرینی و اون لذتی رو که در اون ارتباط میچشه، من همیشه میگم انگار تنها عشقی هست که تو حاضر هستی با بقیه اون رو به اشتراک بذاری. شما اگه ازدواج کنی حاضر نیستی همسرت رو با کسی دیگه به اشتراک، ولی خدا تنها عشقیه که وقتی اون لذت اون رابطه عاشقانه رو با خدا داری، دوست داری بقیه هم اون لذت رو بچشن و به این دلیل هست که میخوای به بقیه هم بگی که اگر تا به امروز نچشیدن، اونها هم امتحان کنن، ضرری نداره.
بسیار شاید اینطور زیبا بخوایم گفتی بگیم. سالی جان، تو دلم گفتم آفرین سالی، چه قشنگ گفت. خواهش زیبا گفتی، مرسی. سوال بعد رو خانم هنگامه پرسیدن در مورد اول قرنتیان 12:28. گفتن که میفرماید خدا قرار داد در کلیسا اول رسولان، دوم انبیا، که بعدش هم میگه سوم معلمان. میخواستم در مورد تفاوت رسولان و انبیا برام توضیح بدید. البته اول این رو بگم، وقتی پولس رسول اشاره میکنه میگه اول این دوم این سلسله مراتب نیست. یعنی این که این یکی به اون یکی مقامش بالاتره یا این یکی پایینتره، اصلا منظور این نیست. ببینید وقتی که عیسی شاگردان رو انتخاب کرد، اونجا میگه و اینا رو میگه شاگردان به عنوان رسولان معروف شدن، یا میگیم حواریون، به عنوان حواریون مسیح، به عنوان پیروان مسیح. اینا رسول معروف شدن. رسول در اون متن اصلی خودش به معنی فرستاده، کسی که فرستاده شده، مثل جریان پیام آور به اصطلاح، حالا اینجور بگیم. رسول یعنی این که ارسال شده، فرستاده شده، و اینها نمایندگان مسیح در واقع هستند. ببینید فرق در اینه، وقتی که کسی در مقام رسول داره، اولا که وقتی که اینو میگه به شکل طبیعی یک شخص مسیحی شاید در این لحظه به عنوان یه رسول داره عمل میکنه، لحظه بعد به عنوان یه نبی داره عمل میکنه. نمیگم که یه خط کامل هست، اینا کامل از همدیگه جدا هستن. یک خادم کلیسا که شبان هستش میتونه نبی باشه، میتونه معلم باشه، میتونه مبشر باشه و رسول. پس بنابراین ما اینطور نیست که شما حالا این برچسبو داری اون یکی اینطوری نیست. یک نفر به عنوان یک خادم، کسی که خدا برگزیده، میتونه در همه اینها عمل کنه. پس این از این. گاهی وقتا میبینید این عطایا حتی یا این چیز در هم قاطی میشه، تو هم میره، برای اینکه مرز خاصی بین اینها نیست. و دیگه این که همطور که گفتم رسولان کسانی هستن که به مأموریت فرستاده شدن و مأموریتشون هم اینه که عیسی رو نشون بدن. این از این. دوم، در مورد انبیا گفتید. مسئله انبیا یعنی این که همونطور که ما در عهد عتیق میبینیم، دقیقاً تو همون باب در رساله اول قرنتیان باب 12 توضیح میده این چیزا رو، ولی تو باب 14 داره میگه که نبوت عهد جدید چی هست درش. آیش دقیقا الان شماره آیه یادم نیست، ولی میدونم باب 14 اول قرنتیان هست و اونجا تو 12 اسم میبره، میگن fivefold ministry، یعنی خدمت 5 پنجگانه، که همین رسول و معلم و نمیدونم مبشر و اینا تو اون اسم میبره. و همونطور که گفتم یک شبان ممکنه 2 تاشو داشته باشه، ولی مشایخ هستن. خلاصه یه تیمن که اینها با همدیگه در این چیز 5گانه عمل میکنن. انبیا دهان خدا هستن برای قوم. در عهد عتیق روح خدا میومد، یک نبی رو مس میکرد، پیام خدا رو میداد و این روح میرفت. ولی در عهد جدید، در روز پنتیکاست، وقتی که روح القدس وارد شد، نازل شد به اصطلاح، بر مردم ریخت و کلیسا در واقع تشکیل شد، دیگه روح القدس موند، ساکن شد و در بین ایمانداران داره کار میکنه. انبیا پیام خدا رو به مردم به زبان انسانی میارن. چرا دقیقا میخوام این رو بگم؟ برای اینکه در زبان انسانی ممکنه ما اشتباه بکنیم، ممکنه تشخیص درست ندیم، کلمه درست رو ندیم، یه پیام رو گرفتیم میخوایم بیان بکنیم. شاید برای اینه که میگه که اگر کسی یه نبی چیزی داره، این باید آزمایش بشه، باید تایید بشه. این از این. پس اینا پیامو میارن. در عهد جدید پیام نبوت شامل بنا، تسلی و نصیحته. فقط این 3 تاست. توبیخ توش نیست و اینکه غرض شخصی باشه استفاده بکنن همدیگر رو بکوبن، این نبوت نیست. نبوت در عهد جدید شامل بنا، تسلی و نصیحت هستش که در باب 14 اول قرنتیان به این مسئله اشاره میکنه. بسیار عالی، خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان از توضیحاتی که دادید. یه تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه سوالات با ما باشید. کم آوردم سر این.
بله دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال و همونطور که خدمت شما گفتم این برنامه از پیش ضبط شده و سوالات شما دوستانی که در گذشته پرسیدید همراه با مهمان عزیز برنامه خواهر لویز موخوف که سوالات شما عزیزان رو جواب دارن میدن. خواهر لویز جان، سوال بعد رو یکی از دوستان ما به نام ایلیا پرسیدن، گفتن که آیا همه ایمانداران توانایی مقابله با روح پلید رو دارن یا تنها کسانی که قوت به اونها داده شده میتونن این کار رو انجام بدن؟ خدمت ایلیای عزیز باید بگم که یه هم نه هم آره، هر دو درش هست. همه ما خوانده شدیم که در واقع اقتدار داشته باشیم بر مریضی، بر دیوها، بر چیزایی که دور و بر ما هست. عیسی به ما این اقتدار رو داده. روح القدس الان در من و شما کار میکنه که ما بتونیم هر چی رو که برای ملکوت خدا مفید هستش و ملکوت خدا رو در واقع تقویت میکنه انجام بدیم. براتون مثال بیارم. ببینید حالا شما مسئله ارواح پلید رو مطرح کردید، ولی در هر چیزی شما با کسی داری صحبت میکنی و میدونی که این شخص مریضه، آیا دلتون به شفقت نمیاد، به رحم نمیاد که برای مریضیش دعا بکنید؟ آیا ایمان در شما جوشیده نمیشه؟ اون لحظه دلت نمیسوزه که بخوای برای اون شخص دعا کنی؟ ارواح پلید هم همینطور. ببینید یه چیز کلی این که همه ما این اقتدار رو داریم. چیز جزئی اینه که بعضی از این دیوها خطرناک هم هستن. اگر ما با اون زره کامل به اصطلاح اون پوشش روحانی که در افسوسیان باب 6 بهش اشاره میکنه، اگه به اون ملبس نباشیم این دیو به ما حمله میکنه. مثل جریان پسران اسکیوا ما در اعمال میخونیم که اینها اومدن، این 4 تا برادر برگشتن گفتن که تو رو به اون عیسایی که پولس موعظه میکنه میگیم بیا بیرون. دیو برگشت گفت پولس رو میشناسم، پتروس رو میشناسم، عیسی رو میشناسم، نمیدونم اینو میشناسم، ولی شما چیکار کردن؟ اینها از اسم عیسی استفاده کردن برای اخراج. نه، اون خطرناکه، برای اینکه مجهز نبودن، برای اینکه اینها به عنوان یه شغل چیز کردن. در لیست عطایای روحانی ما داریم میگه قوات معجزات و بیرون کردن. در مرقس باب 16 دقیقاً این رو میگه که تا حتی مارها رو بردارید، مار و نیش و عقرب اینا این چیزا به شما اثر نخواهد. میگه که تا برید امتها رو شاگرد سازید و تعمیدشون بدید، شفاشون بدید، دیوها رو اخراج کنید و به اصطلاح اقتدار داشته باشید. داره اینو میگه. برای ارواح پلید به شکل کلی همه ما اقتدار داریم، ولی اگر سراغ یه دیوی که بریم که هنوز مجهز نیستیم اون ما رو پاره میکنه. پس بنابراین آره به شکل خواندگی داریم کسایی که این اقتدار رو دارن و این ایمان رو دارن برای اینکه این عطا بهشون داده شده که دیو اخراج کنن. باز میگم بستگی داره که چه نوعی باشه، ولی از اون سر همه ما این اقتدار رو داریم برای اینکه ما هممون نمایندگان مسیح. میگه در افسوسیان، در رساله افسوسیان کامل همش میگه در مسیح نشانیده شدی. شما در مسیح هستید در جایهای آسمانی. وقتی در مسیح هستیم پس مثل مسیح وارثینیم. ما اگه مسیح وارثه ما هم وارثین هستیم. ما وارث اون اقتداری هستیم که به اصطلاح در مسیح بوده. ما هم میتونیم همون اقتدار رو به کار ببریم. درسته. و یه چیز دیگه هم هست که به هر حال افرادی هستن که این عطا رو دارن که اصلا میتونن اون روح رو تشخیص بدن. این به این معنا نیست که همه حالا افراد ایماندار یا مسیحی هر کیو که دیدیم بگیم این روحو داره، این دیوو داره، چون از این اشتباهات زیاد میشه. بعدم حالا میخوایم وایسیم اون روح رو دیو رو بیرون کنیم. این خیلی خطرناکه. خیلی باید مواظب باشیم و شاید بهتر همیشه ما این رو به هر حال بر اساس دعایی که برای خودمون، خانوادهمون، اطرافیان انجام میدیم و اینکه حالا مثلا بگیم حالا وایس من میخوام از تو روح و دیو بیرون بکنم، اصلا کاملا اشتباهه. و اون شخصی هم که اگه واقعا داشته باشه باید یک واقعا
به این نتیجه برسن افرادی که به هر حال این تجربه رو دارن و این دید رو دارن، این مسائل روحانی رو دارن که بتونن واقعا اینو تشخیص بدن و بعدم مراحل خاص خودش رو داره. هر کسی واقعا نمیتونه این کارو بکنه، همونطور که شما گفتید دقیقاً که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم، مرسی خالص جان از توضیحاتی که دادید. فاطمه عزیز سوالی پرسیدن، خیلی سوالشون کلیه ولی خب شاید بشه یه مختصر برای ایشون توضیح داد و یا راهنماییشون کرد که بتونن بهتر در رابطه با سوالی که پرسیدن اطلاعات جمع کنن. گفتن که خواستم بدونم که قوانین دین مسیحیت درباره زنان، حجاب، مصرف مشروبات الکلی و روابط میان زن و مرد در جامعه و خانواده به چه صورته. من مسلمان هستم ولی علاقه‌مند به تحقیق و مطالعه درباره ادیان دیگه به ویژه مسیحیت هستم. خواستن که در رابطه با این موضوع اگر بشه یه مقدار راهنماییشون کنم و کمکتون رو احتیاج خواهم داشت برای اینکه چندین و چند چیز رو گفتم ممکنه تیکه رو اقلا بندازم. البته فاطمه جان همطور که شما هم اشاره کردی سوالتون خیلی کلی هستش و خدا رو شکر که مشتاق هستید مطالعه بکنید. خب این اشکالی نداره، در این مطالعات من مطمئن هستم به خصوص در عهد جدید شما کامل میتونید جواب سوالاتتون رو پیدا کنید در این مورد. اولا در مورد زنان ببینید اینطور بهتون بگم، مسیحیت یه سری بکن و نکن نیست. ما یه کتابی نداریم که یه لیستی داشته باشه به ما بگه اینو بکن اونو نکن. رابطه است. مسیحیت رابطه دو طرفه با خدا هست و این رو به شما بگم در طول مطالعاتتون حتما به این مسئله برخورد خواهید کرد. اولا که بین زن و مرد فرقی نیست. ارزش خلقت همه از همون ابتدا، از زمان باب اول پیدایش همین کتاب مقدس که میخونیم، زن و مرد مساوی آفریده شدن. اینها از نظر ارزش خلقت یکی هستن، کارکردشون فرق داره با هم دیگه. در واقع همطور که میگیم شرح شغلیشون فرق داره. این از در مورد زن. نکته دیگه حجاب بود. آره؟ بله. در مسئله حجاب ما به این شکل نداریم که به اصطلاح حتما رو پوشیده باشه، اینا نیست. گفتم بکن و نکن نیست، لیست لباس به ما نداده اونجا، لیست نمیدونم حالا شم و اینا. آره کتابای جنبی مذهبی هست، سنت، اینا کارایی میکنن، ولی کلام خدا در این مورد فقط در اول قرنتیان به این مسئله باب 7 اگه اشتباه نکنم که به این مسئله حجاب مثلا زن سرپوشیده به اصطلاح باشه که باز خاص جامعه قرنتوس هست. اما درست گفتیم بکن و نکن نداره، ولی در رساله تیموتائوس پولس رسول میگه که زن ملبس به لباس حیا باشه، به نجابت باشه. یعنی لباس پوشیدنمون، آرایشمون، حتی نحوه صحبتمون، اینها این پیام رو نده که ما مثل بقیه مردم هستیم، فرق داریم. نجابت رو بسیار تاکید میکنه و لباس پوشیدنمون در حین این که میخوایم شیک بپوشیم ولی مرتب باشه، به اصطلاح چطور میگن، زننده نباشه. این کلمه شاید درست تر این باشه، زننده نباشه. پس در مورد حجاب این حد که نه، ما همچین چیزی نداریم تا زمانی که مرتب میپوشیم. مخصوصا در عهد جدید که نگاه میکنیم الان، خب تو کلیساهای سنتی روسری این به دله، یه کسی دوست داره بذاره، یه کسی دوست داره. هیچ اجباری نیست در این مورد ما قانون خاصی نداریم. به غیر از حجاب روابط بین زن و مرد هم پرسیدن، منظورشون چی است؟ آیا مسئله احتمالاً قبل از ازدواج هست؟ شما نکته جالبی رو، من فکرم به این بود که شاید اینکه الان خب میگن که بین خانوم و نمیدونم آقا دست ندن و از این برنامه‌ها، من اینطور فکر کردم. البته اینم باز نداریم این مسئله رو، این فاصله اونجورم نیست که بخواد نزدیک، ولی عادیه. اما در مورد مسئله رابطه خلوت 1-2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. حتما در مورد رابطه جنسی قبل از ازدواج، نه، کلام خدا این رو اصلا تایید نمیکنه. همه چیز در چارچوب ازدواج، در قدوسیت بستر ازدواج، برای اینکه قانونا، عرفاً همه چی از نظر مسئله رابطه جنسی هدیه‌ایه که خدا
به زن و شوهر در چارچوب ازدواج این رو میده. و اینقدر رو بگم که در مورد مسئله رابطه زن و مرد. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. من میخوام پیشنهاد بدم به فاطمه عزیز. ما در رابطه با همه این موضوعات صحبت کردیم در برنامه هامون. میتونید از طریق حالا یوتیوب سرسرن پارس جستجو کنید و پیدا کنید و سوالاتتون رو پیدا کنید در واقع و بیشتر توضیحات رو. خواهر لویز جان، اواخر سال هستیم، فکر میکنم که لازم باشه یک دعای کلی داشته باشیم، اما بریم قبلش دعای ربانی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و یک دعای کلی حسابی داشته باشیم. حتما با ما باشید عزیزم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایمان ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین آمین. دوستان عزیز، از شما هم دعوت میکنم که در این روزهای آخر سال هستیم، با هم متحدن دعا کنیم برای سال آینده. خواهر لویز جان، میسپارم دست شما. یه تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم برای که بتونیم یه دعای خوب و حسابی و پربرکت از شما داشته باشیم برای سال آینده. حتما. خداوندا، حقیقتاً تو رو شکر میکنیم، در حضور مبارک تو هستیم که خداوند در طول سال گذشته ما رو تنها نذاشتی، ما رو ول نکردی به حال خودمون، بلکه در وسط همه این مسائل و مشکلات خداوندا کماکان میتونستیم به حضور تو بیایم و خودمون رو در حضور تو بریزیم. خداوند شکرت میکنم برای سالی که پشت سر گذاشتیم و حقیقتا دعا میکنم سال جدید رو، سال 2022 رو با آغوش باز استقبال میکنیم و سالی مینامیم که حقیقتا بگیم ای خداوند سال 22 رو برای ما تاجدار بکن، تاج بذار بر سر سال 2022 و این سال رو خداوند در زندگی ما معروف بکنن، طور که نویسنده مزمور میگه. خداوند شکرت میکنم، دعا میکنم برای بینندگان عزیز که حقیقتا در سال جدید گشایشی رو که این سال با خودش میاره تجربه بکنن. دعا میکنم خداوند برای افرادی که مریض هستن، حقیقتا در سال جدید اون تندرستی و شفای تو رو تجربه بکنن. برای کسایی که در مشکلات روابطی هستن، صلح و آشتی تو را خداوند اعلام میکنیم بر اینها و تو رو شکر میکنیم که خدایی هستی حقیقتا فرزندان خودت رو تنها نمیذاری. کلام تو میگه حتی اگر پدر مادر ما رو ترک کنن، تو ما رو ترک نمیکنی. پس همیشه خداوندا حضور مبارک تو رو با خود داریم. دعا میکنیم برکت تو و شفای تو بر کشور ما بریزه، بر عزیزان بیننده ما بریزه. خداوند در نظر مالی، روابطی، سلامتی این عزیزان رو برکت بدی و این عزیزان رو از قوت به قوت، از فهم به فهم در رشد روحانی جلو ببری. خداوند چشمان ما رو به آغوش پدری باز بکن که همیشه این آغوش برای پذیرش فرزندانش آماده است. پس این سال جدید رو مبارک میخوانیم و میگیم امسال سال امید هست ای خداوند. امید تو در دلهای بینندگان عزیز به فراوانی ریخته بشه و هر کدوم از ما شهادتی داشته باشیم از تو که تو برای ما خدای امید شدی در این سال. تو رو شکر میکنم و به نام پسر یگانه تو این دعا رو میکنم. آمین. آمین آمین. ما هم آمین میگیم به تمامی دعاهای شما و کسانی که
شاید امسال متاسفانه عزیزی رو از دست دادن، سال آینده سال امید باشه برای شما دوستان عزیز و شفای مخصوصا از نظر روحی و به هر حال عاطفی. خیلی ممنون خواهر لوئیس جان، خداحافظی میکنم از شما. امید خدا که بتونیم در سال آینده هم باز در خدمتتون باشیم و تک تک شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید و سال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. بازم سال نوتون مبارک. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و روز شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنیم. مواظب خودتون خیلی باشید و تا سال آینده خدا نگهدارتون باشه. اصلا نباشید.